مهماندار هستم. مهمان نهایت عزیز با ما در استودیو هستند محترم نظیر احمد برکی، یک تن از وکلای گذر ناحیه 18 شهر کابل با ما در استودیو هستند که برشان خوش آمدید میگیم. صبح شما بخیر. تشکر. در قدم نخست سلام خدمت شما، خدمت همکارای تکنیکی تلویزیون شما، وسیلتا از طریق تلویزیون شما به تمام ملت رنجیده و ستم دیده افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. ناحیه 18 به احتمال زیاد که طرف ده سبز کابل میشن. جان ناحیه 18 یک ناحیه نو تاسیس است به اصطلاح بگویم، یا ناحیه اطرافی دیگه. نظر به اینکه ما در اطراف قرار داریم جناب احمدی صاحب، یک ناحیه اطرافی به قسمت شمال کابل ما قرار داره، ناحیه 18 است. درست. آب و هوا که چنان سرد شده که همگی شکایت دارن. پیشتر هم خدمت عزیزان بیننده عرض کردیم که سردی هوا شاید تا چند روز دیگه هم دوام داشته باشن. از حال و هوای مردم اهالی 18 اگر برای ما بگوین خدمت عزیزان بیننده ما اگر عرض بکنید که در این شرایط زندگیشان خوب هستن، امکانات گرم کن برشان فراهم شدن یا خودشان قادر بر از این هستن که برای خود در این هوای سرد بتانن یک جای مناسب و یک لباسهای مناسب و زغال و بخاری و امثال و میازی را برابر بکنن. تشکر جناب احمدی صاحب. واقعیت که طبیعت خو مراعات برای کس نمیکنه. هوا خو به سردی که فعلا روان است و جریان داره، البته که در طول 20 سال یا 25 سال بی‌نظیر می باشه که ما میبینیم، چون که مردم هم قدر آمادگی برای از سردی نداشتن، یعنی که تو یک سردی پشت سر است و این رقم سردی میه، خب مردم آمادگی خاصی نداشتن. واقعیت که مردم دچار مشکلات بسیار بیشتری است. بازم در قسمت یک چیز با مردم همکاری ازی شد که همین زغالی را که ریاست شهرداری شهر کابل یک چیز برای مردم تخفیف آوردن با تن 9000 روپیه که سال 9000 روپیه یک مشتری به اونا تحویل میدادن و یک تن زغال خود میگرفتن. برای مردم همیام یک مساعدت شده. خب بازم تو آمادگی خاصی نداشتن. سردی واقعیت که خیلی سردی بالایی است. فکر میکنم که از زیر منفی تا به 18 درجه به کابل رسیده او شاید که دگام بیشتر شود. در تا جریان هفته ادامه داره. خود دوستا کوشش کنن که خود عزیز نگاه کنه. غیر از او بیایم سر مردم محل دی سبز. گفتم که تا آمادگی خاص بر از این نداشتن که یعنی یک سردی شکر خداست کدام حادثه بدی هم رخ ندادن تا با فعلا خو الحمدلله خو نشده. خو لیکن اطفال به کام خود برده رایست. واقعیت که چند قضیه از طفلکایی را که یعنی از سردی هوا سینه و بغل شدن، اونا مسکینا را زیاترش به کام مرگ کشیده. خب بازم والدین باید توجه خاص در قسمت داشته باشه، متوجه اطفال خود باشند نگه که اونا را از سردی نگاه کنند. هم موضوع اطفال که میشن جناب وکیل صاحب، اگر اطفال مریض میشن یا هر نادسی دیگه خدای نخواسته سرشان میان، ما مقصر را والدینش میدارم به خاطر از اینکه او خود طفل هست، اطفال هستن، فکر طفلانه دارن ولیکن پدرایشان سنشان بزرگ هستن. اونا باید به هر نحوی که باشن متوجه صحتشان باشن از اطفالشان. جای واقعیت جناب احمدی صاحب این تو سردی که فعلا روان است برای هیچ کس آمادگی نداشت. خب بازم والدین خب با واقعیت که مقصر هستند باید توجه خاص خود سر اطفال خود داشته باشند. خب بازم اطفال هم شوخ هستند، کجا به گفت والدین میکنن. اطفال باز برف هم خوش دارن دیگه. طبعا باور کن که دو سه روز در گذره که ما زندگی میکنیم یعنی تقریبا 2-3 تا اطفال به کام مرگ کشانده از اثر سردی هوا. خب بنان والدین با واقعیت مسئول هستند، باید توجه خود سر اطفال خود داشته باشند، اونا را وقایت کنند. بین روی موضوعات پروژه های انکشافی هم اگر بگویم، قسمی که قبلا هم گفتن که یک ناحیه نو تأسیس هستند دیگه، حتما نیاز به خدمات شهری بیشتر دارند. خدمات عامل منفی هم منظورم است. زنده باشی احمدی صاحب محترم. واقعیت که ناحیه ما خب ناحیه نو تاسیس است. خودتو که فرهنگ شهری نشینی ایجاب میکنه، ما هنوز در او قیاس نرسیدیم. خب توجه دولت در این قسمت قبلا هم تقاضای ما از دولت همی بود و حالا هم از دولت امارت اسلامی افغانستان هم خواهشات ما متقاضی ما مردم ما که تقاضا دارن نی است
که توجهشان بیشتر سر نوعی که نو تاسیس است، مثلا نوع 19 است، نوع 18 است. اینا یک نواحی نو تاسیس است. قبلا پروژه ها تاسیس شده، خب لیکن نظام جمهوریت که سقوط کرد، پروژه های نیمه کاره داریم. بله صاحب، تو پروژه های نیمه کاره داریم که از گذر 11 و گذر 10 تقریبا 3600 کیلومتر سرک است که همه کارش تکمیل بود. بنابراین البته که نظام جمهوریت که سقوط کرد، همون کارا که با تعویق مانده او هم مانده که سرک از دیایا شروع می شد تا به خوجه چاشت. او سرک به مدرسه حاجی صاحب جلاگل مجاهد می رفت. همون تو یک سرک عمومی بوده که هم اقشار از استفاده به شکل پخته و یا قیر می شد؟ نه قیر می شد. و ضمن از او در گذر دهم، در گذر 11 سنگ فرشا داشتیم که واکلش نیمه کارم مانده که از طریق مؤسسه کیم دی پی کارش جریان داشت. فعلا به تعویق است. پروژه های نیمه کاری ما بسیار است. دیگه امیدوار هستم هر مؤسسه یا هر انجویی که به او تعلق داشت یا ریاست شهرداری مسئولیتش داره، دیگه توجه خاص خود در بهار سال 1402 امیدوار هستیم که خدمات برای مردم معرضه داشته باشند. و غیر از اون در گذر 11 فعلا ما یک پروژه زیر کار داریم که تقریبا 2600 متر سرک کانکریت است که عرضش به طول عرض 5 متر الی 7 متر، جایی که گنجایش داره 5 متر، جایی که گنجایشش وسیع‌تر است اونا را 7 متر عرضشه. این هم کارش شروع می شد. از یک سردی بین تو موسم هوا سرد آمد، بنا نظر به حکم ریاست شهرداری شهر کابل او را ما به تعویق انداختیم. امیدوار هستم بخیر ان شاء الله در ماه پیش از سال 1402 در 15 اول هود یا 15 هود اگر هوا خوب باشه، طبیعت صحیح باشه، کارش شروع کنیم. بخیر. ما منتظری ازی هستیم که بخیر پروژه هایی که نیمه کار هستند هم به اتمام برسند و همچنان مردم هم علاقمندی خوب نشان بدن در قبال آبادی، در قبال سرسبزی، اگرچه اون ناحیه سرسبز هم هستند چون یک ساحه نسبتا اطرافی هم برش گفته میتونیم. در رابطه به خدمات صحی و خدمات تحصیلیشان هم اگر خدمت از آن بینندگان عرض بکنیم. تشکر. در نظام حکومت جمهوریت البته که چندین باب شفاخانه ها به خاطر کووید 19 در سطح 14 ولسوالی کابل ساخته شد که یکی از اونا را بر اثر سعی و تلاش بزرگا و متنفذین قوم و خصوصا همو حکومت زمان در قسمت در دیهیا یکی از این ما همونجا گنجانیدیم و البته ساخته شد که 90% یا 80% کارش تکمیل است. از نگاه ساختمان کدام مشکلی نداره. یگانه مشکلی را که فعلا ما دامنگیرش هستیم که وسایل طبیش نامده. ما امیدوار هستیم وزارت صحت عامه ما در قسمت از این توجه خاص داشته باشه. از اینکه هر طرف کلینیکا ایجاد شده لیکن به او مقیاس وزارت صحت عامه که تقاضا میکنه به او اندازه اونا دسترسی هم نداره و هر طرف این مشکلات هم است. ما تقریبا نفوس ناحیه 18 چقدر خواهد آمد؟ ناحیه 18 تقریبا انشالله جناب احمدی صاحب که از 16000 17000 خانه بیشتر است. در سطح چند مکتب لیسه دارن؟ لیسه در هر گذر ما یک لیسه وجود داره. در هر گذر مکتب‌ها به اندازه کافی است؟ به اندازه کافی است. خب منتها باز هم مشکلات داریم. میخواهیم که وسیع‌تر شود چرا ناحیه 18 خو از حساب اطراف برآمده. او مکتب‌هایی هم که ساخته شده قبلا ساخته شده در زمان که مثال ناحیه 18 تأسیس شده در زمان حکومت جناب کرزی صاحب شده بود. منتها چیز به حساب مکتبایی که به حساب ناحیه ساخته شده باشه تا حالا ساخته نشده. امیدوار هستیم در این قسمت رشد کنه دیگه پانتونای ایجاد شود برای مردم. پانتونای خصوصی خونه است؟ پانتونای خصوصی است. در تعداد گذرهای ما موجود است. هست در گذر 5 است، در گذر 9 است، در این گذرها هست. خب باز هم میخواهیم که وسیع‌تر شود. علم فرض است برای بالای همگی ما که جامعه ما رشد کنه. نیاز به علم داریم. درآمد مردم اهالی ناحیه 18 چی هستند مشخصا؟ قبلا هم یادآوری کردیم صاحب که ناحیه 18 خو یک ناحیه به اصطلاح بگوییم سرسبز است دیگه. 80% ناحیه 18 سرسبز است جغرافیایش.
درآمد مردم همی کشت و زراعت است، تاکداری است. یک اواخر رایج شده پروگرام های بانجان رومی بود و حالا فعلا یک چیز دیگه همی هنگ میشانند، مردم رزی درآمد دارند. دیگه داشای خشتپزی بود، تقریبا حدود 400 4,500 داش قبلا بود از اینکه دمی داشهایی که خشت را پخته میکنن قبلا هم شکایت ها بود از اون ناحیه. دودی که تولید میشد، کربن دی اکساید که تولید میشد باعث نگرانی مردم بود، باعث آلودگی آب و هوا میشد. در این قبال چی دستاورد دارین شخصا شما که من حیث وکیل گذر هستید؟ زنده باشی. با وجود که ما وکیل گذر هم هستم، قبلا ما یک اتحادیه داشتیم در دی سبز و نام اتحادیه داشت‌های خشتپزی دی سبز که البته که ما دبیر یا منشی داشت‌های خشتپزی دی سبز هم بودم. جناب احمدی سبال از اینکه سیستم کاروبارا سقوط است، اتحادیه ما به تعلیق رفته. آمدیم در ارتباط آلودگی هوا و مشکلاتی را که داشت‌های خشتپزی به حساب آلودگی هوا ایجاد کرده، ما قبلا هم با بزرگا دیدیم، با ریاست محیط زیست، با دیگر حراکین دولت به ارتباط از این که آلودگی هوا را ما کم کنیم. اونا فلتر میخواستند، فلتر چون که توانایی ملت ما و شما یک ملت ضعیف است، ملت ناتوان است. و چیزی که ما ایجاب میکردیم، نفس ما میخواهیم که توانایی پیدا کنیم و هنرمند شویم، البته که دستای بیگانه ها ما را نماندن دیگه و او چیزی که خواسته دل این ملت است. دیگه توانایی فلتر را نداشتیم. طبعا آلودگی هوا از طریق داشت‌های دی سبز بود. منتها که اگر هوا را آلوده میساخت، دست یک تعداد مردم هم در کار آغشته بود، کم از کم هیچ که نبود. یعنی نه ولیکن ملامت هستن جناب وکیل صاحب، شما خودتان وکیل منطقه هستین. تجارت میکنن، سرمایه‌شان اونمو خشتپزی هستن، زمینه کار را شاید برای یک چند نفر مساعد کرده باشه. ما هم تقدیرش میکنیم، خوش میشیم که یک چیز در داخل کشور ما و شما تولید شود تا به قیمت‌های مناسب به دسترس ملت افغانستان قرار بگیرد. ولیکن به نحو دیگه اگر ببینیم که مرگ زجرآور اینمی کربن دی اکساید هستن که تولید میشن دیگه، و اگر به نحو دیگه بگوییم شاید خیانت بسیار بزرگ باشن که به خاطر منفعت شخصیشان اوار آلوده بسازن. جناب احمدی صاحب، یکی از ضروریات است البته داشت‌های خشتپزی. ببینید تنها در افغانستان یعنی داشت خشتپزی نیست که مثال در کابل ما و شما باشه، در دیگر کشورهای جهان نباشه. در پاکستان است، در ایران است. چی را به نظر شما چند خواهد دادن یک تصفیه کن هوایی که تصفیه کن جناب احمدی صاحب حال در افغانستان هم رایج شده، کم کم زیر کار است، پروگرام ها شروع شده، مردم ساخته رایست. ما هم تلاش داریم که باید همون پروگرام هایی که قبلی بود تغییر کنه دیگه، از مزریت برای این کار. او کس فیلتر میشه، زیگزاگ میشه، داشها زیگزاگ جور میشه توسط ماشین. حال رایج شده، قبلا در پاکستان بود. حالا ما یک تعداد داشها را تلاش داریم که باید اونا هم زیگزاگ شود که تا از این مشکلات مردم خود نجات بدیم. دیگه اینی در اواخر یعنی این کار کشف شد و مردم پاکستان خصوصا کشور پاکستان همی گپ رایج کرد. اونجا خیلی جدی هستن و حکومت از اونا سر آلودگی و باز هم مملکت ما و شما یک مملکت آفتابی است، بادام داره. او کشورها از اونا خود دپ است، هواش فضاش خیلی قیت است و خیلی تلاش کردن، بالاخره به این نتیجه رسیدن و که تا امی دستگاه زیگزاگ بسازن که ملت خود از اون نجات بدن. امیدوار است مال دوستا همگی همه داشتدارا هم در قسمت ازی به این نتیجه رسیدن که باید ما و تو یک ابتکاری را بکنیم و یک کاری را کنیم که دیگه هم به خود ما نفع برسه و هم به ملت ما ضرر نرسه، چون که قبلا این توانایی در وجود کس نبود. امیدوار هستم که توجه جدی شما هم برش داشته باشین. یک اشاره کوتاه پیرامون این هم داشته باشین، نتیجه و حاصلاتشان خوب بود در دی سبز؟ جناب احمدی صاحب، یا یک چیزی است که نو تشکیل است. بله، تقریبا بدیل خاش و بدیل چرس آل اینگ شدن، زعفران شدن که در مناطق شمالی بسیار نتیجه خوب دادن، از اینگ حاصلات خوب میگیرن. انشالله که امیدوار کننده است که میبینیم. فکر کنم در 6 سال نتیجه میتن. در 3 سال. در مدت 3 سال نتیجه میتن. در دی سبز دوستا البته ضرر کرده بودن، از اون نتیجه گرفتن
که باور کو که تاکای انگوری را کندن و تلاش دارن که جایش هنگ زرع کنن. البته که یک دستاورد بالاست برای مردم افغانستان. خوبیش دیگه است که یک مارکت خوب برش داریم. مثلا چین هم خریدار هستن، آسیای میانه هم خریدار هستن، پاکستان و هند یا باز بیشتر خریدار این افغانستان هستن. در جریان سال بار البته ما یک سفری داشتم طرف ولایت سرپل. اونجا که ما دوستا را دیدم در مزیرای درختها زرع کرده بودن همی هنگ. باز اونا با ما خیلی تشویق کردن، گفتن این هنگ هر سیر زیر ما به 2.5 لک افغانی سودا میکنیم. دیگه برای مردم یک امیدوار کننده است. ان شاء الله حال توجه خود مردم همگی طرف همی کشت و زراعت و همی گپا دارند. سلامت باشین آقای نظیر احمد برکی، وکیل گذر ناحیه 18 از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، از حال و هوای مردم ناحیه 18 قصه کردین. ممنون شما، موفقیتتان را خواهان است. تشکر جناب احمدی صاحب. سلامت باشین.